شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. برادر و خواهرم، در ماه رمضان در وقت روزه ما یک چیزی مهمی را می‌آموزیم. کدام چیز را؟ آنی که تو خود به خود زندگی میکنی، برای خودت. برای همین روزه این نمونه برای دیگر کس شده نمیتواند. تو روزه می‌داری برای شتافتن به دیدار جمال الله. همچنین تمام عمر تو برای خودت زندگی میکنی. پس برای چی ما به دیگران تقلید میکنیم؟ برای چی انسان زندگی میکند آنگونه‌ای که دیگران میخواهند؟ چه خیلی که خودت میخواهی همان خیلی زندگی کن. برای همان مشکل امروزه ما این شتافتن به جدا شدن است. مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی انسان همیشه کوشش میکند تا خود را خوشبخت نشان دهد. چه خیلی از حیات لذت میبرد، ولی او مشکلی ها نیز داشتنش ممکن. برای او خوب میشد دقتش را به این چیزها دهد و این مشکلی هایش را حل کرده بعد حیات خوشبختانه حقیقی را زندگی میکرد. برای ما خوب میشد به جای آنی که ما نشان دهیم در کدام دولتیم و یا در کدام جایها کوشش شناخت خود و انکشاف خود را میکردیم. مهم نیست تا ما به مردم نشان دهیم که چه خیلی ما خوشبخت زندگی میکنیم و یا از ما همش مثل همه است. برعکس باید خوشبختی حقیقی را به دست آوریم، عیناً برای خودمان. من این خیلی ما را رمضان می‌آموزاند. تو از برای الله سبحانه و تعالی روزه می‌داری در الوهیدگی نزد خالق خود. انا به همین مانند تمام حیات خودت را برای خوشبختی خودت زندگی کن، برای هدف‌های حقیقی خود که تو به آنها رسیدن می‌خواهی به فضل و کرم الله، و از روی خواهش دیگران کار مکن. گذشته از این کسی که به تو امکاناتی در راه حق ایستادن داده شده است، بگذار پیروی تو از راه راست به آن خاطر نباشد که در جامعه تو این تصدیق شده است. بگذار این حاصل عقیده تو باشد و در آن راهی که موافق عقیده شخصی تو راه محمد صلی الله علیه و سلم است. چگونه که این برایت آشکار شد از قرآن و سنت، نه آنگونه که این را دوست نزدیک و یا کدام شناست میخواهد. چه خیلی که میگویند همان همه راهها به مکه میبرند، اگر که آنها از دایره قرآن و سنت نبرایند، از حدود پیامبر انتخاب شده. از الله طلب آن را دارم که او ما را بپذیرد و ما را از جمله بندگان صالح خودش گردانیده باشد.